کل تجهیزات خوب ماینکرافت یه دونه دایمه پیدا کنم. من مگه میشه پیدا نکنم؟ پیدا نکنم دوباره ماینکرافت میرسیم مگه میشه فول امکانات. همین اول کاری دارم میبینم طبقه دارم با فول امکانات دایمه پیدا کنم. نخوردم یه قار پیدا پایین میره که 100% باید یه دونه دایموند داشته باشه. خب داهاش رفتم هیچی نبود دیگه، ما باید بریم بالا دنبال یه قاره دیگه. اینجا رو بگردیم چه قاره It doesn't happen. Yes. فرصت خوبه که یه دونه دایموند پیدا کنم وگرنه خیلی بچه. خب الان اونجا ریدم. آب بخوره نمیترکه که. آب بخوره میترکه یا قبل فاز مجبورم دمج بخورم. خب اینم از این TNT ها هم اینجا. خب این دایموند پیدا میشه. نمیشه یه دایموند باشه شانس نه پیدا نشه شانس آیا خوبه جارو با هم بگیرم. من اصلا چی دارم اینا دارم که اسمشو نمیدونم. باش که اینجوریه دیگه میرسی به ته زمین. 20 تا جون داره زامبی. حق داره. وای آبم این آب نبود. ما الان باید میمونیم یه دقیقه من بذار این آب منو بردارم. چرا میذارم بابا تاریکه. حالا بیایید چیه بابا 4 تا زامبی. نمیتونید بدترین ماینکرافت پلیر جهان طبقه داریم. من نمیره مجبورم با اینا برم. خدا اینجوری باید نمیشه. مثلا من برم تو این چی نمیشه. چقدر یه دقیقه اینجا امتحان هر چون میتونه باشه دایموند. اینجا دایموند همیشه خاطر این خوش نده اوناشش. فقط ما بلاک میخوام که 2 تا داریم. چیه؟ چی میخوام؟ اینقدر خوشحالم باید دایم بزنمش. کجا بود؟ نزن یه طور خدا. بیبی زامبی دایموند اینجا. میکشم کن نمیتونی دایموند بگیری. همه تونی هم بیایی دایموند ما که پیدا کردیم. ایناشش بچه باید اینجا جایی که بذارم اینجا یک صدام ثانیه من فرصت داره تا اینجا باشم.
یک صدم ثانیه و 3 یادونه. خب الان اینجا رو اینجا ببینید این تو رو خدا بگیرش. یس اینجا پایان راه. نه شانس خدا نذاشتم. فکر نکنید من خدا رو داشتم. بس